مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند حزب نوراتن رئیس جمهور نورسولطان نظربایف در انتخابات پارلمانی روز 20 مارس بیشتر از 82% رای مردم را به دست آورد. بر اساس نتیجه مقدماتی احزاب متفق نوراتن، حزب کمونیست و حزب اقشال 107% را گذاشتند و در پارلمان صاحب کرسی شدند. به گفته مقامات در انتخابات 77.1% رای دهندگان در قزاقستان شرکت کردند. ناظران بین المللی و کشورهای غربی گفتند از زمان استقلال از سال 1991 تا کنون هیچ یک از انتخابات قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. خبرنگاران رادیو آزادی روز 20 مارس گزارش دادند که در جریان انتخابات پر کردن قوطی‌ها و رایدهی از طرف تمام اعضای عائله مشاهده می‌شد. صحبت امروز در این باره است با همکارم میرحت شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی. میرحت، انتخابات پارلمانی قزاقستان چیزی غیر انتظار داشت یا همان سناریویی که پیش بینی میشد تکرار شد؟ Прошло без сюрпризов. Более того, произошло как будто сделана была копия. هیچ چیزی حیرت آور نداشت و گذشته از این مثل آن بود که انتخابات گذشته پارلمانی سال 2012 را نسخه برداری کردند. مثل همان انتخابات بود، چون در سال 2012 حزب نوراتن 81% رای ها را به دست آورد و حزب اقشال و حزب کمونیست اندکی بیشتر از 7% رای مردم را صاحب شدند. امسال حزب نوراتن 82% آوازها را کسب کرد و اقشال و حزب مردمی کمونیستان کمی بیشتر از 7% رای مردم را به دست آوردند. یعنی نسخه برداری انتخابات پیشترهای پارلمانی شد و این معلوم هم بود، چون حزب نوراتن و نورسولطان نظربایف می‌خواستند که همین گونه شود. در اصل انتخابات باید تیر ماه امسال برگزار می‌شد، ولی آن را غیر انتظار زودتر برگزار کردند. ظاهراً این نقشه با بحران عمیق اقتصادی وابسته است که به سبب پایین آمدن قیمت نفت قزاقستان را فرا گرفته است. برای همین باید پیش از عمیق‌تر رفتن بحران باید انتخابات پارلمانی برگزار می‌کردند و برای همین از اول هیچ گونه چیز غیر عادی را از انتخابات قزاقستان پیش بینی نمی‌کردند. Быстро провести парламентские выборы, и поэтому изначально никаких сюрпризов не ожидалось. ناظران بین المللی درباره انتخابات چی گفتند؟ آیا موافق به معیارهای بین المللی بود؟ Ну, то же самое, что было в 2012 году. همان قانون شکنی های صورت گرفته است که سال 2012 هم شد. در قطعه های رایدهی پر کردن قوطی های رایدهی یا آواز دادن از طرف اعضای خانواده و یار و رفیق به مشاهده رسیده است، چون پیشینه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که در انتخابات رقیبان واقعی و احزاب مخالف سیاسی حضور نداشتند که با حزب حاکم نوراتن رقابت کنند. یگانه تفاوت این بود که در انتخابات امسال حزب مخالف عمومی ملی سوسیال دموکرات ها را راه دادند، ولی این حزب 107% را عبور نکرد و از پارلمان بیرون شد. تشکر. همکارم میرحت شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.